از اینجا تاکسی ها به سمت نواحی تیمور ملیک، بلجوان و تا مرکزی ناحیه واسه مسافر میکشند. از این رو هر روز پر آدم است. سیسارای 63 ساله وقتی زیادی خود را اینجا میگذراند. کسانی که بار اول او را میبینند گمان میکنند از مسافران یکی از این خط سیر هاست، چون میفهمند که راننده تاکسی است و مثل دیگران سراغ مزاج هست حیران میشوند، چون که در شرق کم اتفاق میافتد که مادر با این سن و سال کار کند و پی کسب معاش باشد. موبایل مودم یک تام اپاس سورای خیلی خوبه. 26 سال است که جای کار سیسارا قادرова اینجاست و 6 فرزند را نیز از روی این کسب به وای رسانیده معلومات دار کرده است. او پیش همکاران امتیاز دارد و احترام، چون او در ایستگاه پیدا شد دایم نوبت اولی گرفتن مسافر بر اوست. ای تکنیکا یک ماشین بالونش میکافه، یک ماشین ما خبر میگیریم، وقتی ماشین ما میگیریم پاساژیر در اون ماشین چند ماشینی راهگذار دیگه پیش ما دمیست اما چیکار کرده، اما چی خدمت کنیم. تا سال 1991 یک زندگی با نظام داشت. از سال 1980 در کالخاز اگرانام بود و مشهورترین رئیس آن دوره تاجیکستان میرعلی محمدعلیف، قهرمان ملت سوسیالیستی که بلندترین عنوان زحمتکش را در آوان شوروی داشت، رهبر و راهنمایش بود. یک 240 کالخوچی در تای سیما کار میکرد، 170 گکتار زمین داشتیم. همه یمی پخته بود. پاشخوری شوروی برایش یک حادثه ناخوشایند و تکان دهنده شد. این حادثه آرمان‌های زیاد را از او برد و مرحله یک زندگی دیگر را برایش باز نمود. او میگوید در این وقت هم نصیحتی بابای میرعلی به او کمک کرد. مرا هم فرزند خود دائما تاکید میکرد بچم این وظیفه ها گذرانده کسبه چیزی میماندگی، همین کسبه رانندگی تا همین کسبه تکنیکه را هیچ وقت نپرتو. سیسارا قادرова 6 فرزند را با پول تاکسی خانه‌دار کرد و هر یک حالا صاحب کار و معاشند. حالا سیسارا با فرزندانش در رقابت شدید قرار دارد. فرزندان دیگر نمیخواهند مادرشان کار کند. خاندان همین فرزندان همه کسا به خاله میگیم که خاله جان شما سین سالتان به جای رفته است، بیاید دم بگیرین خانده، وقتی استراحت شما هست. این کسا با ما گوش نمیکنن. برای پسری تاجیک پذیرفتن این واقعیت که مادرش در 63 سالگی هم زحمت بکشد مشکل و ننگاور است. اما اراده سیسارا را در این مسئله مایل به خواهش خود کردن بس کاری مشکل است. ما مهنت دوست می‌داریم، مهنت کش بدیم. اول تو وزیر ما میگم بچم تو وقتی ما قوت دارم چشم میبینم، ما که در خدمت خلق هیچ وقت دست نمیکشم. سیسارا یک چند سال پیش سکته مغزی شد. جراحیش کردند. آثار این بیماری هنوز هم در چهرهش پیداست. با وجود تأکید طبیب و فرزندان، بعدی چند وقت چون احساس صحتی کرد باز پس چنبر ماشین نشست. این سال که با جای رسیده وقتم خوش میشه. خستگی ما وقتی که ما وقتی میشه خستگی ما احساس نمیکنیم. کلینش پروینه شریفه و فکر دیگر به کار نبرآمدن خوشنامش را طرفدار است، اما باز چون جسارت و کوشش سیسارا را میبیند میگوید جرأتش را قابل تحسین میحسابد. این مانع افتخاری همه ما هست، همدیگی و خانواده. این زن که معنی زندگی خود را در کار میبیند پیوسته به ما میگفت تا توانش هست به تکثیرانه مشغول خواهد شد. فرزندان ناگزیرند موقع او را بپذیرند. از یک طرف در شرق رایج نیست حرفی کلانسال را بگردانی و از طرف دیگر سیسارا از زنهای نیست که توانگپی او را رد کرد و حرفش را نشنفت. بناهن خانواده‌اش هر صبح جز این علاج ندارند که دروازه را برای ماشینش باز کنند و با او برای کار خواهند.